بنده برادری مسلمان شما از تاجیکستان هستم و امروز می خواهم درباره وضعیت کنونی تاجیکستان برایتان بگویم که امروزها در چه حال و وضعیت قرار داریم. امروزها حکومت تاجیکستان با تمام قدرت و توان خودش در حال مبارزه با اسلام و مسلمانان است و این در حال است که زیاده از 90% مردم ما مسلمان است. هر کسی که در برابر این ظالمان اعتراض می کند و قیام می کند به اتهام همکاری با حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی بازداشت کرده می شود و سالها روانه زندان می گردد. امروزها در مکتب و دانشگاه ها و تمام مقامات دولتی و در بین مردم خبرکش های گذاشتند و آنها وظیفه دارند